ورزش‌های هوایی یه حس و حال دیگه ای داره، چون از قدیم الایام آدمیزاد شوق پرواز معلق شدن روی هوا رو داشته. ورزش‌هایی مثل پاراگلایدر، پاراموتور، کایت و حتی بیس جامپ که چند سالیه توی کشور ما هم خیلی خوب داره جا میفته. اتفاقا منم همینطوری که میبینید روی آسمون و هوا هم، ولی نه کایتی هست، نه پاراگلایدری، نه خبری از همه اونایی که تا اسمش شنیدید. این یه بالون هوایی داغه که معلق در آسمون شده و به قول بالون سوارای بین المللی همچون پری در آسمان معلق. یه نکته خیلی جالب هست که باید بدونید. نمیدونید چرا ما کردستان رو انتخاب کردیم؟ چرا کردستان مریوان رو درش انتخاب کردیم؟ و چرا حاشیه دریاچه ضریبات؟ به خاطر اینکه اینجا خاستگاه و خونه لک‌لک‌های مهاجره، لک‌لک‌هایی که پیام‌آور صلح و دوستی هستند و با مهاجرت و سفرشون در کشورهای مختلف و روستاهای مختلف این پیام و شهر به شهر و روستا به روستا منتقل میکنن. دقیقاً کاری که ما هم میخوایم با بالونمون انجام بدیم و تبدیلش کنیم به یکی از جدی‌ترین و جذاب‌ترین ابزارهای نوین در گردشگری و توسعه پایدار طبیعت. چه تجهیزاتی بهش وصله، چجوری پرواز میکنه، چند تیکه است، کجا ساخته شده و خیلی سوالای دیگه. فلسفه پرواز و زمان پرواز بالون یه زمان خیلی ویژه و خاصه. برای همین باید مثل خورشید در صبحگاه پرواز بکنه و شرایط آب و هوایی در اون زمان براش مناسبه. یعنی این که تو تاریکی شب و سردی سحرگاه باید قیام بکنه، آماده پرواز بشه و شما تمام تلاشتون رو بکنید تا بتونید در لحظه طلوع بالون رو به آسمون ببرید. به همین خاطر تصویر برداری توی تاریکی شب و سحرگاه خیلی با کیفیت از آب در نمی اومد. صبر کردیم ابتدا پرواز بکنیم، بعد با هادی عزیز که خلبان و سازنده ایرانی این بالونه، چون این بالون 100% تو ایران ساخته شده. بعد از فرود مراحل از ابتدا دوباره تا انتها براتون به تصویر میکشم. هادی جان خدا قوت. سلام. انقدر قضیه مهمه که نمیتونه دستشو از مشعل رها کنه، چون سریع فرود میام، یه خورده هوا گرم شده. کم کم آماده میشیم برای فرود تا روی زمین دنبالمون باشیم. سلام که سلامتی میاره. صبح بخیر. این یک سبده، یه سبد حصیری که با بقیه سبد حصیری‌هایی که تا حالا دیدین فرق خیلی زیادی داره. سبد حصیری یه بالون هوایی گرمه، از اونایی که توی عکس‌ها و فیلم‌ها دیدید آدم‌ها سوارش میشن و میرن تو دل آسمون. دنبال اون باشید. بچه بیادین داشتم میگفتم همه وسایل و لوازمی که برای یه پرواز خوب با بالون نیازه الان تو این سبده. دونه دونه باز میکنیم و براتون بتر. پیش خودتون الان کلی سوال به وجود آوردید که این بالون تو ایران از کجا آمده، چجوری پیدا شده، از کجا به ذهن یه کسی رسیده. دونه دونه اینا رو براتون تعریف میکنیم. هادی داوودی عزیز سازنده و طراح ایرانی این بالونه، به خاطر اینکه این بالون 100% تو ایران تولید شده. تیکه تیکه صحبت میکنیم. هادی جان خدا قوت. یه توضیحی بهمون میده که اجزای اصلی بالون چیه؟ یکیش که سبده که من دیدم. بله. بالون از سه قسمت خیلی اصلی تشکیل شده. سبد بالونه که افراد داخل بالون قرار میگیرن، کیسه بالونه که داخل خودش قرار گرفته، همون
همون که شبیه بادکنک خیلی بزرگه. هوای گرم داخل کیسه جمع میشه. این شعله پوش کیسه است که بعداً به کیسه اضافه میشه. بله. تنه بالونه که برای باد کردن اولیه بالون استفاده میشه. یعنی بالا نمیبریمش با خودمون. زمین میمونه. خب کپسولای مشعل هست و خود مشعل که میشه گفت مشعل جزو اصلی ترین قسمت‌های بالون حساب میشه. یه توضیح بهمون میدی اصلا چه جوری پرواز میکنه؟ وقتی که یک کیسه‌ای داشته باشیم میتونیم هوایی داخل اون کیسه رو گرم کنیم. هوای گرم ناخودآگاه میره بالا. سبک میشه و شروع کنه بالا رفتن. وقتی حجم این هوای سبک خیلی زیاد باشه میتونه وزن خیلی زیادی با خودش ببره بالا. این میشه منطق پرواز بالون. یه کیسه که داغش میکنیم تا بره بالا. خیلی خب، پس الان باید چیکار کنیم؟ مرحله بعدی برای آماده کردن پرواز که روی زمین هست رو باید همیشه سرهم بکنیم تا بتونه آماده پرواز بشه. از کدوم باید شروع کنیم؟ اول کیسه رو از داخل سبد در میاریم و بعد دونه به دونه قطعات رو اضافه میکنیم به سبد. بچه‌ها میان کمک. میخوایم کیسه رو از توی سبد دراریم، پهن کنیم روی زمین تا اول عظمتش رو ببینید، بعد میریم سراغ مونتاژ آماده سازی پرواز. دنبال اون باشید. اشتباه نکنید این کیسه نیست، این تازه زیراندازشه که شاید 1/3 مساحت کیسه باشه. تازه میخوایم کیسه رو از توی سبد دراریم. بسم الله. هادی جان میدونی کیسه چند کیلوه؟ کل وزن پارچه حدود 200 کیلوه. 200 کیلو پارچه قراره بره رو هوا به جز وزن باقی محلقاتش. در اصطلاح معروف ساندویچ پیشش کردن، باید اول باز بشه، پهن بشه، بعد بریم سراغ باقی مراحل. متوجه قضیه شدید که یه بالون هوایی گرمه که میتونه 6 نفر رو ببره بالا. خب هادی جان مرحله بعد چیه؟ اینا همون تصمه هایی که کیسه رو به سبد وصل میکنن، درسته؟ همه جونش به همین تصمه ها بست. یه سری بوکسل 3 میلیمتری که به شاسی فولادی سبد بسته میشن و باد میشه، داغ میشه. هم بچگی هم میدونیم هر چیزی که گرم میشه ناخودآگاه میره بالا. شبیه حس دکترا برای رفتن به اتاق عمله، ولی خب به خاطر اینکه وزنش سبک باشه باید از پارچه‌های ظریف استفاده کرد. به همین خاطر، به خاطر اینکه جلوگیری کنیم از آسیب دیدنش و پاره شدنش، یه سری روکش کفش میپوشیم تا کثیفی کفشمون نره روی کیسه و بتونیم توش تردد بکنیم. اگر نیازی شد بررسی بکنیم، سیما رو چک بکنیم و باقی قضایا. کیسه رو پهن کردیم. مرحله بعدی چیه؟ وصل کردن کیسه به سبد با همین بوکسل‌ها. الان باید به سبد وصل بشه. بله. خب تا زحمتشو بکش. به نظر دیگه اینجا یه مقدار تخصصی و اصل داستان همینه که کیسه و سبد به هم درست وصل بشه. هادی جان دلیل خاصی داره 2 مشعل یا نه به خاطر سریعتر شدن شعله و احتراقش؟ قدرت بالون که تعدادش حدود 6 نفر است باید 2 مشعل داشته باشه و اینکه هم سرعت بیشتری داشته باشه. یعنی سبک باشه با یه دونه از این مشعلام کار را میفته. کلا منطقش مهمه دیگه، اینی که بتونیم به اندازه کافی اون کیسه رو گرم بکنیم تا بره بالا. چقدر باید تفاوت دما داشته باشه که بتونه بره بالا نسبت به دمای محیط؟ 70 درجه که دمای داخل گرم‌تر بشه بالون خیلی راحت میره بالا. 70 درجه یعنی اگر یه جایی دما حدوداً 30 درجه باشه، دمای هوای توی کیسه باید به 100 درجه برسه. یعنی میشه توش آب هم جوش آورد. این سری استانات پلاستیکیه که مشعل وصل کنه به سبد. ولی شاید شما فکر کنید چرا پلاستیکی؟
این در واقع اصلا سبد به با این بوکسلا وصله. کل وزن نفرات و سبد با این بوکسلا وصل میشه به کیسه بالون. در واقع اینا فقط یه نگهدارنده هستن که مشعل رو سر جا خودش نگه می‌دارن، میتونن بازی کنه، مشکل خاصی نداره. یه مقدارم فاصله دادین که حرارت و اینا بقیه رو اذیت نکنه. در واقع فشار وزن روی این سیم بوکسلا هست. اینا هیچ خیلی عالی. خب چیکار الان بکنیم؟ مرحله بعد چیه؟ جا بزنیم اینا رو. بلند کنم؟ بچه‌ها بیار. آدم یاد فیلم دور دنیا در 80 روز میفته. عادل جان راجع به بحث ساخت و طراحی مشعلان به همون توضیح بده که کلا چجوری قضیه، الگو از کجا گرفتین، چیکار کردین، یه توضیح کاملی میخوام به همون بدی. برای ساخت مشعل مشکل بزرگی داشتیم که کپسولی که ایران هست فشار زیاد خوبی نداره نسبت به کپسول‌های خارجی. ما مجبور شدیم که طراحی را نسبت به کپسولی که ایران موجوده انجام بدیم. یعنی هم پرسیگازها و بوتان‌های قدیم که دقیقاً ما چون می‌خواستیم که کپسول رایج توی مملکت خودمون باشه، بله. یعنی نمی‌خواستیم کپسول خاصی باشه که مثلا تهیه‌اش خیلی سخت باشه. ماشاءالله بعد اساس کپسول طراحی کردیم و این جزء سخت‌ترین کارا بود که هنوزم داریم روش کار. کلاً یعنی باز طراحیش کردید و هی دارید رو بهره وریش کار می‌کنید. دقیقاً. چند ساله الان مشغول این کاری نپرسیدم اصلا؟ به صورت پراکنده حدود 8 ساله و به صورت جدی حدود 3 ساله که داریم متمرکز روی ساخت بالون کار. اون وقت شما تحصیلاتت رو همین حوزه بوده یا نه؟ علاقه‌مند شدی؟ در زمینه تحقیقاتی داشته و کامل پروژه تحقیقاتی بوده. ماشاءالله. عادل جان کجا میسازین اینو اون وقت؟ این داخل اصفهان ساخته شده. بچه‌هایی که توی زمینه هوافضا دارن تحقیق می‌کنن، این پروژه دارن کار می‌کنن. چند نفر بود این تیمی که تا به این مشعل برسیم چند نفر داخل شدن؟ حدود 4-5 نفر هستیم. ولی بستگی به هر نوع قطعه‌ای که خواستیم بسازیم سعی کردیم که اون فرد یا شرکت متخصص پیدا کنیم و اون طرحش آماده کنیم بدیم به اون شرکت یا فرد متخصص اون برام بسازه. الان این مشعلایی که ما داریم می‌بینیم از چند قطعه تشکیل شدن؟ این کل مجموعه بالون تک تک اگه حساب کنیم حدود 800 تا قطعه مختلف داره. 800 تا قطعه. دونه دونه رو طراحی کردید خودتون ساختید؟ تقریبا دونه دونه طراحی شده و اکثرا هم ساخته شده، یعنی ما خرید به اون صورت نداره. اصلا نمونه خارجی از این داستان بوده تو ایران که بخواید ازش الگو برداری کنید؟ نه به جرئت میشه گفت که اگر یه بالون اصولی ساخته شده باشه این اولین بالون هست. بالون‌های دیگه هم ساخته شده توی ایران. بله. به جرئت میگم اصولی ترینشون این هست. خدا قوت. هادی جان بالون هم مثل بقیه وسایل پروازی چک لیست داره برای قبل پروازش؟ چک لیست داره. قبل از هر پرواز باید چک توش چقدر فاصله سر جاشون باشن، خراب نشده باشن یا سلوشت شده باشه. بله. الان شما چی رو داری چک می‌کنی؟ اتصالات سیم بوکس رو به خود کیسه هست که چکش کردم ببینم که پیشش فعالیت داره باشه. اوکی بود؟ بله. خب الان باید همین بوکسلا رو وصل کنیم به پایه مشعل. بله. هر طرف سه جفت بوکسل اومده درسته؟ یعنی کلا 12 تا بالون با 24 تا سیم بوکس کیسه. حالا جان مرحله بعدی چیه؟ مرحله اتصال کپسول به مشعله که با سلنگ‌های رابط خودش باید انجام بشه. بعد یه سوال دیگه برام پیش اومد. کیسه الان 3 رنگه. اون بالا قرمزه. این وسط هم که نارنجیه که رنگ ماه. این سبزه هم که مشخصه. جنساشون فرق میکنه یا نه؟ اون قسمت دریچه نه جنسش فرق میکنه، به خاطر اینکه تفاوت دریچه با کیسه مشخص باشه. رنگش فرق کرده. بله. این قسمت پایین چون در معرض شعله قرار میگیره جنسش نسوزه و یکم ضخیم‌تره وزنش هم بیشتره. مگه چقدر حرارت این شعله تامین میکنه؟ احتمال داره شعله مستقیم بهش بخوره، ممکنه تا بعضی وقتا تا 300 درجه ناگهانه بهش حرارت وارد بشه. به خاطر باد و اینها یعنی مثلا یهو شعله رو تکون بده. مثلا تکون میخوره. این تنظیم شده که اگر احیانا اشتباهی رخ داد خدای نکره مشکل پیدا نکنه. چون اون پارچه خیلی ظریفه و مشخصه که به حرارت هست. اون پارچه اگه شعله مستقیمش بخوره بلافاصله آب میشه. مشکل پیدا کنه. شبیه پارچه شمعیای دوران نوجوانیمونه که باش ورزش می‌کردی. البته قطعاً پارامتر تخصصی توش رعایت شد. خب بریم سراغ وصل کردن شیلنگا درسته؟ خب چیکار کنیم بگو من کمکت کنم. باشم کپسول میاره.
هر مشعل رو جداگونه به یک کپسول وصل میکنید، درسته؟ دلیل خاصی داره یا نه؟ نه، میتونه یک کپسول هم به 2 تا مشعل وصل بشه، ولی بخاطر اینکه ما تایم بیشتری بتونیم بالا باشیم 2 تا کپسول همزمان میتونه توی مشعل کار کنه. اگه یکیشو خواستیم میتونیم خاموش کنیم، فقط یکی تکی کار کنیم. الزام نداره که حتما 2 تا کپسول باشه، بیشتر بخاطر تایم زیاد و قدرت زیاد تاثیر 2 تا کپسول استفاده می‌کنیم. هادی جان، من کپسولای قدیمی رو که میبینم اونا یه دونه خروجی دارن، ولی الان شما هر کدوم 2 تا شیلنگ کشیدی به این مشعل. داستان چیه؟ این مشعل سیستم کارشون اینه که باید قبل از اینکه خودشون آتیش بگیرن اون مایع نفت خودش رو گرم کنه، میشه مشعل پیش گرمایش. این مشعل رو یه شمع پیرموس قدیمی‌ها که اول نفت رو گرم می‌کردن. دقیقاً. یه شمعک بزرگ داره که این شمعک باید گاز مصرف کنه. سوخت اصل خود مشعل مایع هست که از کف کپسول میاد. و شمعکش که نفت گرم کنه به صورت گازه که از روی کپسول. یعنی این شیلنگی که به رو وصله فقط شمعک رو روشن میکنه، شیلنگی که میره به زیر کپسول مایع رو میکشه خود این مایع قبل از اینکه آتیش بگیره میاد توی این کویل ها و صد فنره اینجا داغ میشه، گرم میشه و شتاب و توانش چندین برابر میشه و بعداً میسوزه. خیلی عالی. حتما توی فیلم ها و کلیپ هایی که از پرواز بالون دیدین این قسمتش براتون جالب بوده که وقتی خلبان دسته و گاز و فشار میده یه همچین صدای میده و یه حجم عظیمی از آتش و حرارت وارد بالون میشه. دقیقاً خاطر همین طراحی این کویل ها یا فنری که گاز رو مثل آب گرم کن اینا، ولی گاز گرم کنن، گازو گرم میکنن تا با فشار خیلی بیشتری به احتراق برسه. خب هادی جان، مرحله بعد چیه؟ قبل از اینکه پرواز انجام بدیم مشعلمون رو تست می‌کنیم که مشکل خاصی نداشته باشه و ادامه کار انجام میدیم. یعنی الان بعد اون صدایی که خیلی معروفه رو بشنویم. بله، اون صدای قررش سوختن گاز اینجا میشنویم. بسم الله. خدایم، فکر کنی تو اون آرامش و خلوتی که رو آسمونه هر از گاهی یه چیزی که قررشی بکنه و همچین خیلی عظیم. هادی جان، من تقریبا 2 متر باهاش فاصله داشتم، تازه تو شعله مستقیمش هم نبودم، نزدیک بود سر و صورتم همه رو بسوزونه. چه میزانی حرارت ایجاد میکنه؟ واحد سنجش مشعل حرارتشون با BTU سنجیده میشه که هر یه BTU معادل یک اجاق گاز خوراک‌سازی معمولی هست. همینو که تو خونه داریم یعنی. بله. یعنی شما وقتی یه غذا رو گرم کنین در یک ساعت بدون یک BTU حرارت احتیاج دارید. این مشعل حدود 15000 BTU انرژی داره. چقدر؟ 15000 BTU. یعنی در آن واحد 15000 شعله روشن انگاری در یک ساعت اینجوری حساب میشه. بعد این کپسول گاز اگه به یه بخاری توی خونه وصل بشه حدود 3 ماه خونه رو گرم نگه می‌داره. این مشعل 1 ساعت این کپسول رو تمام میکنه. قیاسا رو خوب توجه کنید. مثلا اگه میخوام یه سیخ جوجه روی گاز کباب بکنیم 5 دقیقه 10 دقیقه بعد این ور اون ورش بکنیم. مشعل 15000 برابر از یه اجاق خانگی بیشتر حرارت ایجاد میکنه. خب بریم مرحله بعد. وصل شدن عناصر و جنس‌های مختلفی از مواد کنار هم و اتصالشون برای پرواز مجموعه بالون نکته جالبیه. از یه کیسه‌ای که خیلی لطیفه به یه پارچه نسوزی که کنارشه و توسط سیمبوکسل‌ها و شگل‌های کوچیکی که با تصمیم دوخته شدن وصل میشه به پایه مشعل. 2 جنس پارچه، سیمبوکسل، مشعلی که با یه تکنولوژی خیلی جالبی طراحی و ساخته شده و سیمبوکسل‌ها کلوفتر میشن و پایه‌های مشعل رو به سبد میبندن، همونا دور سبد رو بغل میکنن و کل وزن مجموعه بالون میفته روی اون سیمبوکسل‌ها. از یه جنس خیلی لطیف و یه جنس خیلی ثقیل. بالون و پروازش کلا مثل این که یک فلسفه‌ای داره که باید کم کم باهاش آشنا بشی.
الان داریم محافظ این شعله رو میبندیم دیگه، درسته؟ بعد میشه به هم بگی دقیقاً این انتقال وزن چجوری انجام دادین؟ از چند تا بوکسر رسیده به پایه های مشعل؟ این کل مساحت بالون نیروها جمع میشه بین 24 تا سیم بوکسل که اینجا هست. آها، اینا 24 تا سیم بوکسله که وصلش کردیم به پایه ها. دقیقاً اون وزنی که توی سبد هست بین 24 تا سیم داره تقسیم میشه. بله. بعد وزن سبد تیکه تیکه میدونی وزن چقدر یا وزن کل میتونی بهمون بگی؟ وزن کل با سرنشیناش بدون سرنشین. بله. این وزن مجموعه پارچه و سیم بوکس براتون 300 کیلو هست که دیگه پارچه خالص شده. بله. وزن سبدمون با مشغول کپسول اینا حدود 600 کیلو هست. یعنی تقریبا خودش 900 کیلو میشه اینطوری. تقریبا بله. بعد این سایز از سبد و مشعل و کیسه چند نفر رو میتونه بلند کنه؟ حدود 450 کیلو رو میتونه 400 کیلو بار میتونه بلند کنه. معمولا 6 نفر مدام. 6 نفر. بعد اگه بخوایم نفرات بیشتری رو بلند بکنه، حجم هوای داخل کیسه باید بیشتر بشه که برای خود که حجم پارچه اون بیشتر بشه. همین کیسه که داره. یعنی هر چی بخوایم نفرات بیشتری رو ببریم بالا، باید حجم فضای گرم بیشتری رو داشته باشیم. یه دقیقه توجه بکنیم. یه پارچه لطیفه که خیلی کب تمیز هنرمندانه دوخته شده. معمولا اسم دوخت پارچه میاد یاد لباس و کت شلوار و مهمونی و اینا میافته، ولی تو همچین جاهایی با یه مهندسی و طراحی دقیق در کنار اون اجرای خیلی ظریف میشه با همین پارچه های لطیف یه حجمی از بار خیلی ثقیل رو بلند کرد که نیاز به طراحی و اجرای خیلی اصولی داره. شما طراحی و دوخت پارچه‌تون هم همین داخل ایران انجام میدین دیگه؟ طراحی که طبق بالونایی که توی دنیا داره استفاده میشه انجام شده، ولی بعد کاملا اون تیکه های پارچه رو خودمون طراحی کردیم. سایز یه استاندارد خاصی داره که مثلا تعداد تنوعی که روش هست چقدر باید بشه اینا رو خودمون طراحی کردیم. دوخت چی اون وقت؟ دوختم یکی از همکاران خودمون انجام داده. اونم همین بچهای اصفهان. کلا بچهای اصفهان جمع شدن بالون ساختن دیگه. همتون اصفهانی یا شهرهای دیگه هم دارید؟ خیلی خوب، آفرین، ماشاءالله. بریم آقا، بریم برای ادامه. جان، حدود 1400 متر مربع پارچه داریم. 1400 متر مربع میشه چند تخته پارچه؟ 1400 متر مربع. چند تا تخته؟ تخته فرق می‌کنه. این حدود 15 تخته پارچه. یعنی یه وانت پارچه فقط الان اینجا پهنه. اینطوری میتونیم بگیم دیگه آمیانش. و یه چیز خیلی جالب‌تر نزدیک 20 کیلومتر نقل استفاده شده. چه عددایی هوش از سر آدم میبره. 900 کیلو جنس به جز نفراتش، نزدیک 500 کیلو آدم میشه یک تن و 400. 1 تن و 400 و قراره که 1400 متر مربع پارچه با 20 کیلومتر نخ که اینا رو به هم دوخته بره بالا و قیام. وزن نخواهی این جالبه. وزن نخواهی این حدوداً این بین 30 کیلو نخ اینجا استفاده شده. نخی که یعنی یک کارتون کامل نخ. ماشاءالله خیلی عدد جالبی. بریم برای ادامه. الان چه کار باید بکنیم؟ الان شعله پوشو که وصل کنیم به چیز و بعد فن رو بشن کنیم. خب شعله پوشو که بستیم دیگه، بریم سراغ فن. عادل جان بیا. الان باید باد هدایت کنیم توش که بلند شه. به خودی خودش که اول نمیتونه بلند شه چون پخش شده روی زمین. باید اول کمکش کرد با این باده تا یه مقدار بلند شه. ما رو مقیاس بگیرید با عظمت این
1400 متر مربع پارچه که قراره قیام کنه رو هوا. تازه فکر کنم 7-8 مترش باز شده، نزدیک مثلا 17-18 متر دیگه باید بریم تا قیام کنه. یه شهر روی هوا عالیه. ماشاءالله هادی، ماشاءالله. شاید براتون سوال شده باشه که اگر خدای نکرده این بالون سوراخ بشه رو هوا چه اتفاقی میفته؟ سوراخ دیگه بزرگتر از این. دریچه بالون که تو عطف بالاش قرار داره یه دایره به قطر 7 متره که البته همیشه باز نیست ولی برای کنترلش و حرارتی که داره میشه بازش کرد و هی بسته میشه. پس شاید بتونیم این رو بگیم. البته حرفی که میزنم حرف مستندیه ها. بالون امن‌ترین وسیله پروازی تو دنیاه و امن‌ترین ورزش هواییه. حالا وقتی باهاش قیام کردیم و رفتیم تو آسمون راجع به جوانب مختلف بالون و بالون سواری خیلی صحبت داریم که بکنیم. پهلوان بالون چند تا کار خیلی جزئی و البته مهم انجام میده. اولا گاز مشعل رو داره تا حرارت بره بالا و بعد اگه حرارت رفت بالا برای فرود و کنترل کردنش دریچه‌ای که دیدین رو با طناب میکشه، خالی میشه هوای گرم و در نهایت فرود میاد. یه کار دیگه هم در حد کنترل انجام میده و فقط میتونه کنترل در حد نظارت که فقط بادو میبینه که زیاده کمه به چه جهتیه و بتونه برنامه‌ریزی برای ادامه مسافتش بکنه. البته این برای یکی از سبک‌های پرواز با بالونه.